سلام خدمت عزیزان. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد در 11 شماره تونستم قرائت صحیح نماز رو خدمت شما عزیزان آموزش بدم. الان موقع اون فرا رسیده که در کنار تمرینی که در این خصوص انجام میدین قرائت نمازتون رو با یک نمونه و الگوی استانداردی چک بفرمایید. به همین خاطر یک ویدئویی رو من ضبط کردم در کانالم که آدرس کانال در پایین همین صفحه هست و میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا اون ویدیو رو ملاحظه کنین و قرائت خودتون رو با اون چک کنین تا ایرادای کارتون در بیاد. احیانا اگر سوالی هم داشتین در کامنت ها میتونید برای من بنویسید تا انشالله براتون پاسخ بدم. در کانال ویدیوهای دیگه هم هست بسیار جذاب و آموزنده است، برای همه ما درس های بزرگ زندگی هست که انشالله ببینید و لذت ببرید و در ویدیوهای دیگه که انشالله آماده میکنم شما رو در واقع زیارت خواهم کرد. موفق و مؤید باشید.